مرگ بدون امام، مرگ جاهلیت. از روایت مشهور من مات ولم یعرف امام زمانه، امام زمانه، امام زمانه. در فرمایشات مقدماتی حضرت علی صحبتی که فرمودید مقدمتاً به خوبی این ضرورت رو طرح فرمودید. منتها من برای اینکه اهمیت مضاعف این موضوع رو اینجا متذکر شم و گوشزد کنم، لازمه که اشاراتی داشته باشم به فرمایش خود حضرت علی در خصوص بحث امامت، که به اون روایت مشهور مقطوع الصدوری که بین فریقین یعنی شیعه و مخالفین شیعه اجماع در اون مورد هست، در مورد این روایت اشاره بکنم به عنوان فتح باب کلامم و مدخل ورودی خودم به موضوع و مبحث امامت. و اون هم روایت مشهور من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه یا فمیتته میتة جاهلیت، یا با اندک اختلاف در روایت به جای کلمه مات کلمه باته رو داریم، یعنی کسی که بیتوته کند، شب رو در جایی به صبح برساند و در گردنش ولیس فی عنقه بیعت امام. دارم با تعابیر مختلفش رو عرض میکنم که متواتراً یعنی به طور فراوان در مدارک شیعه و مخالفین شیعه هست و در گردنش بیعت امامی نباشه، مرگ او قطعاً مرگ جاهلی است. و همین نشون میده که این جزء فروع دین نیست، چون اگر جزء فروع بود هیچگاه مرگ انسانی به واسطه نشناختن امام زمانش مرگ جاهلیت نمیشد. همین نشون میده که جزء اصوله و جزء فروع نیست. در مورد حج مثال زدید، بد نیست در تتمه فرمایش شما این مطلب رو من ضمیمه بکنم به فرمایش حضرت علی که در مورد حج وقتی که کسی حجت الاسلامی که واجب هست ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا رو به جا نیاورد، که فریضه است بر همه مؤمنین مسلمانان بایستی این رو به جا بیاورند، به او گفته میشه که مت اما یهودیاً و اما نصرانی، یا به آیین یهود و یا به دین نصرانیت بمیر. شاید سوال بشه که خب حالا در مورد حج هم اگر کسی حج رو به جا نیاورد به نوعی کافر مرده، چون اونم دین یهود و نصارا هم چون دین غیر اسلام هست اونم کافر خواهد مرد. منتهای مراتب در مورد حج که جزء فروع و جزء اصول نیست، اگر همون شخصی که مرده ورثش نایب بگیرند اون اهل نجات خواهد بود. ولی در مورد امامت میگه صرف نشناختن باعث مرگ جاهلی میشه، یعنی کفر، مرگ با حالت کفر خواهد بود. چون از امام صادق علیه السلام سوال کرد که یا ابن رسول الله جاهلیت و جهلاء، این که فرمودید نشناسه خیلی سنگین آمد بر راوی که سوال کرد، این که میفرمایید نشناست به مرگ جاهلی میمیرد، جهل مطلق منظور هست او جاهلیت لا یعرف امامه، یا جاهلیتی که ناشی از نشناختن امامه. حضرت فرمودن جاهلیت و کفر و نفاق و ضلال، یعنی کافر و گمراه و منافق خواهد مرد. نفرمودن کافر یا منافق یا گمراه، دقت کنید، جاهلیت و کفر و نفاق و ضلال، یعنی هم کافر هم گمراه و هم منافق خواهد مرد. و این نشون دهنده حساسیت عجیب این بحث. بینندگان عزیز، آقایان علما یا مدعیان روحانیت شیعه عادت دارند موضوعاتی را که نمیتوانند اثبات کنند با روی آوردن به سفسطه و منطق واهی خودشان و با تلبیس و مبهم بیان کنند. از جمله این روایت که
کسی که امام زمان خودش را نشناسد و بمیرد در حال جاهلی یا به قول آنها در کفر و زلال و نفاق مرده است، که اصلا این روایت به این صورت در کتب اهل سنت با این الفاظ ذکر نشده است و علمای حدیث در مورد این روایت گفتند لا اصل له، یعنی هیچ اصل و اساسی ندارد. و اون هم روایت مشهور من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتا جاهلیه یا فمیتته میتت جاهلیت. اما در کتب اهل سنت روایاتی آمده است از جمله من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتتا جاهلیه، کسی که مرد در حالی که بیعتی در گردنش نبود به مرگ جاهلی مرده است. این نزدیکترین روایت اهل سنت به گفته این آقاست. در این روایت نامی از امام زمان برده نشده. حال اگر بالفرض مثال از این روایت و بقیه روایات در این مورد همان تعبیر که این آقا می کند را مد نظر بگیریم، آیا خود شیعیان امام زمان خود را می شناسند یا با او بیعت کرده اند؟ اصلا می توان به کسی که در غیبت به سر می برد امام گفت؟ امام کسی است که مردم بتوانند به او اقتدا کرده، او را پیشوا قرار داده پشت سر او و به فرمان او حرکت کنند. آیا شخص غایبی که قرنهاست پنهان شده را می توان امام گفت یا به او اقتدا کرد؟ این پرسش ها هر انسان عاقلی را به فکر وامی دارد. در ثانی مگر می شود از مرگ جاهلی کفر و گمراهی و نفاق را مراد گرفت؟ این گونه که از 1 میلیارد و اندی مسلمان کسی نمی ماند، زیرا بسیارند کسانی که یا به امامت از نوع شیعه زدش اعتقاد ندارند یا در حال حاضر با هیچ امامی، البته امامی که مد نظر آقایان هست، بیعت ندارند. کما اینکه خود آقایان هم امام زمان خودشان را فقط با نام می شناسند و بس آن هم که حق ندارند ایشان را در مجلسی با نام صدا بزنند، چرا که آنها روایت دارند که امام مهدی فرموده ملعون ملعون من سمانی فی مجمع من الناس باسمی، ملعون است کسی که در جمعی از مردم مرا با نامم صدا بزند. از امام صادق این روایت نقل شده که ایشون فرموده صاحب هذا الامر لا یسمیه الا کافر. خیلی این لسانش وحشتناکه، یعنی اگر کسی نام ایشون رو به شخصه بیان بکنه به هر حال این شخصیتیه که این بایستی اسم کافر رو روش قرار داد. حتی در توقیات که از خود حضرت وارد شده در یه نامه‌ای که به یکی از سفرایش به نام امری نوشته فرموده ملعونون من سمانی فی مجمع من الناس به اسمی، یعنی خدا لعنت کنه یا مورد لعنت هست کسی که نام من رو به اسم در جمعیتی از مردم ببره، که اینجا مشخص میکنه نام بردن ایشون به خصوصه یکی از محرماته و ما حق نداریم که نام ایشون رو به خصوصه مطرح کنیم، هرچند به کنایه برای ما بیان کردن که نامش نام نبی اکرمه، کنیه نبی اکرمه. حال خودتان قضاوت کنید.